به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت دوستان گرامی. امروز با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم این آموزش هم برای شما دوستان مفید واقع بشه. طبق درخواست های مکرر یک سری از دوستان عزیز، قرار امروز آموزش حلقه فور و نکس رو بدم. اما نکته‌ای که هست اینجا اینه که بعد از اینکه برنامه رو بهتون آموزش بدم، شما میبینید که این دستور خیلی کاربرد نداره، یعنی ما خیلی ازش استفاده نمی کنیم و اگه هم بخوایم دستور حلقه رو بسازیم میایم از دستورات پایه استفاده می کنیم و همین روند رو که روند تکرار هستش انجام میدیم. ولی خب چون درخواست زیاد بود برای دستور فور و نکس، لازم دونستم که آموزشش رو برای شما دوستان تهیه کنم. وارد برنامه WPL صاف شدم، یک پروژه ایجاد کردم و دستور فور و نکس رو الان با هم بررسی میکنیم. دوستان دستور فور و نکس یه حلقه هستن، یعنی ما برنامه‌ای که بین دستور فور و نکس می نویسیم بی نهایت بار تکرار میشه تا زمانی که PLC تون استاپ بشه، خاموش بشه و خودتون بخواید که این برنامه متوقف بشه. حالا به چه صورت هستش؟ فور رو می نویسم و از این علامت سوال زرد رنگ وارد هلپش میشم. نوشته که فور بعدش فقط یک مقداری قرار میگیره و اون مقدار چیه؟ نوشته the number of times the loop will be repeated، یعنی تعداد باری که شما میخواید این حلقه اجرا بشه باید اینجا قرار بدید. حالا این اس چی میتونه باشه؟ این پایین نوشته این اس میتونه عدد دسیمال باشه، هگزادسیمال باشه، نیبل ها باشند، کائن X، کائن Y، کائن M و کائن S، تایمر، کانتر، رجیستر ها و ایندکس ها. حالا بعدش باید برنامه‌تون نوشته بشه و در آخر که برنامه‌تون تموم شد نکست رو بنویسید. حالا میایم داخل برنامه ببینیم به چه صورت هستش. من مینویسم فور کا 10 طبق چیزی که خودش گفته بود. پس میتونیم ما اینجا رجیستر هم بذاریم، مثلا بنویسیم فور دی 100 و رجیستر رو بهش مقادیر مختلف بدیم. برنامه به چه صورته؟ یک شرط همیشه برقرار می نویسم LDM 1000، میگم بیا یک دستور جمع برای من انجام بده، اد کن یک رجیستر رو مثلا دی 0 با عدد 1 و بریز تو خود رجیستر دی 0. این به چه معنیه؟ میگه دی 0 تو لحظه اول صفره، صفر میاد با کا جمع میشه چون دستورمون اد هستش و ریخته میشه تو خود دی 0. صفر با یک جمع بشه میشه یک. دی 0 که یک بشه دوباره یک میاد با یک جمع میشه میشه دو، ریخته میشه تو خودش دوباره، یعنی این روند همش انجام میشه. و حالا چیکار کن؟ دستور مقایسه میگیم اگه دی 0 برابر 1000 شد بیا یک خروجی رو روشن کن و مقدارش رو موو کن تو یک رجیستری که من بتونم تو HMI هم ببینم. موو کن دی 0 رو تو دی 10 که من میتونم این دی 10 رو ببرم توی HMI و اینکه ببینم اصلا تو این عددی که من نوشتم این فرایند داره انجام میشه یا نه. حالا میگم اگه خروجیم روشن شد بیاد بعد یه مدت زمانی خاموش بشه، پس یه تایمر میذارم و مدت زمان رو میذارم 3 ثانیه که میشه کای سی. کنتاکت تی 0 رو میذارم و ریست میکنم وای 0 رو. دوستان دستوراتی که من الان نوشتم مثلا دستور ریاضی که جمع بود و دستور مقایسه، دستور موو و تایمرها توسط همکارم آقای مهندس الماسی توی
فیلم آموزشی مقدماتی دلتا مفصل توضیح داده شده که شما میتونید از سایت آپارات و کانال تلگراممون دانلودش کنید و من دیگه این دستورات رو توضیح نمیدم. برنامه رو هر طور که خواستید می نویسید. الان من چند خط برنامه نوشتم و در آخر نکس رو می نویسم. یه نکته ای که هست، اگه شما فور رو بنویسید و نکس رو فراموش کنید بهتون ارور میده، یعنی برنامه ریخته نمیشه داخل PLC، فیل میشه. و سیمول آنلاین این رو تست میگیریم. این گزینه رو میزنم، چرخ دنده رو که روش وای میسم نشه سیمولاتور و آنلاین مود رو میزنم. پیغامایی که میاد همه رو یس میزنیم و ببینیم به چه صورت انجام میشه. ببینید دوستان، الان حلقه ما داره اجرا میشه، از 0 شروع میکنه به شمارش تا 32767. تو این بین وقتی به عدد 1000 میرسه خروجی من روشن میشه، عدد 1000 توی رجیستر D10 منتقل میشه و بعد از 3 ثانیه خروجیم خاموش میشه. دقت کنید الان خروجی روشن شد، تایمر شمرد، بعد 3 ثانیه خاموش شد و منتظر میشه تا دوباره از 0 بشماره به 1000 برسه و این روند انجام بشه. بعد این روند بی نهایت بار داخل این حلقه انجام میشه. و یه نکته دیگه این که دوستان شاید بپرسن که ما میتونیم اینو شرطی کنیم، یعنی یک شستی رو بزنیم این حلقه اجرا بشه. شما نمیتونید داخل این خط که خط فورمون هستش کنتاکتی اضافه کنید، یعنی شرطی بذارید. مثلا من الان بیام بنویسم LDX0 یعنی شستی و زدم این حلقه فور اجرا بشه و آنلاین بشم. ببینید fail to compile ارور داد، ارور 3401 رو داد و میگه شما نمیتونی، مجاز نیستی. همینطور برای نکس، اگه شما نکس رو فراموش کنی و ننویسیش و فقط این انده نوشته بشه، کامپایل که میکنید بهتون فیل میده، یعنی اصلا نمیذاره که شما این برنامه رو اجرا کنید. حالا شما دستورات دیگه رو میتونید اینجا بنویسید و همین برنامه رو گسترش بدید، یعنی چند خط فاصله بدید، بیایید همین برنامه رو مثلا برای یه خروجی دیگه بنویسید یا اصلا یه چیز دیگه بنویسید. در آخر یه نکته دیگه هم بگم، شاید دوستان سوال کنن که ما میتونیم چند تا حلقه فور رو توی برنامه داشته باشیم، یعنی بتونم چند تا حلقه دیگه از فور داخل برنامه استفاده کنم. بله، شما میتونید این کار رو انجام بدید. من برای این کار یه برنامه جداگونه نوشتم و توی برنامه از چند تا حلقه فور استفاده کردم. به این شکل هستش. این همون برنامه قبلی است. تا اینجا من اومدم یه فور دیگه زیرش نوشتم. ببینید توی این خط فور کا 5 و یه حلقه دیگه توی این قسمت تشکیل دادم. یعنی شما میتونید حلقه اولتون رو که تشکیل دادید بعد از نکس حلقه دومتون رو تشکیل بدید، داخلش یه برنامه دیگه بنویسید. من چون حالا زمان کم بود همون برنامه رو کپی کردم، فقط خواستم بهتون نشون بدم که میتونید چند تا حلقه بنویسید. دوباره بعد از نکس دومین حلقه هم اومدم یه حلقه دیگه یعنی فور سوم رو تشکیل دادم و بعد اون اومدم اینجا فور چهارم رو تشکیل دادم. پس شما میتونید چندین حلقه رو توی برنامه بنویسید و با برنامه های دلخواه بین این حلقه ها، حتما نباید برنامه تکراری بشه. حالا من یه سیموله از این میگیرم که شما هم ببینید که هیچ تداخلی و هیچ اروری نمیده. آنلاین میشم. ببینید اولین حلقم روشن شد، خروجی وای 0، دومین حلقه، سومین حلقه و چهارمین حلقه و هر کدوم دارن کار خودشون رو انجام میدن و هیچ کدوم با همدیگه تداخلی ندارن. این شد از دستور فور و نکس. امیدوارم که برای دوستان مفید واقع شده باشه.
لطفاً کانال تلگرام و اینستاگرام مجموعه نیک صنعت رو به دوستان خودتون معرفی کنید برای اینکه ما بتونیم آموزش‌های بهتر و بیشتری رو به صورت رایگان و با کیفیت بالا در اختیارتون قرار بدیم. لطفاً آموزش‌ها رو منتشر کنید، استقبال کنید، لایک و کامنت یادتون نره. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.